طبق تحقیقات مجله پلاس وان که 10 دکبر سال 2014 نشر شده بود، در اقیانوس‌های جهان تقریباً 269,000 تن پرتوهای پلاستیکی شنا می‌کند. تحقیقات دیگر در دانشگاه 5 گیروس از جانب مارکوس اریکسون و همسبقانش نشان می‌دهد که افلاس شوی انسان در اقیانوس‌ها به یک درجه جدی رسیده است. هرچند در اقیانوس‌های جهان در کنسنترات‌های گوناگون این میکرو و ماکرو پلاستیک‌ها مشاهده شود، معلومات درباره وزن آنها کافی نبود. برای معاین کردن وزن آنها از سال 2007 تا 2013 در 5 منطقه ساحل‌های استرالیا، بیسال، بحر میانه زمین و دیگران از 24 جبهه‌های جستجویی پلاستیک‌ها جمع آوری شدند. این معلومات برای تصنیف کردن پهن‌شوی پلاستیک ها استفاده شد. در اساس معلومات و مدل اساسی تحقیقاتچیان نشان می‌دهند که حداقل 5.25 تریلیون پارچه های پلاستیک و این تقریباً 269,000 تن را تشکیل می‌دهد. پلاستیک های کلان اساساً بر این 5 منطقه تقسیم می شوند و این سبب دیدن پارچه های پلاستیکی خرد در زیر آب می گردد. گرداب های بزرگ پلاستیک های کلان را به پارچه های برابر تقسیم کرده باز به اطراف خود آزاد می کند که این هم سبب دیدن پلاستیک ها در قسمت های گوناگون اقیانوس می گردد. در آخر اریکسن میگوید که این 5 منطقه سوراخ‌های آخر این پرتوهای پلاستیکی نیست، بلکه آنها با تمام قسمت‌های اقیانوس دور می‌زنند. اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.